موسیقی.tj تقدیم می کند. قصه دو همسایه. دو همسایه بودند، یکی هیزمکش، دیگری سوداگر. هر دو با همدیگر خیلی دوستی نزدیک بودند. مرد سوداگر با این همسایه اش همیشه یاردم میکرد و از احوال آنها با خبر بود. فرزندانشان با همدیگر مثل اکا و خواهر با هم بازی میکردند و خوشنود بودند از زندگیشان. روز سوداگر به دولت خارجه برای پیشرفت تجارتش یک ماه از وطن سفر میکند. پیش از سفر کردن با همسایه اش خیر و خوش کرد و سوداگر به زنش گفت که در وقت نبودن من به این همسایه امان یاردم ده و از حالشان خبر گرفته است. در وقت نبودن من به این همسایه امان یاردم ده و از حالشان خبر گرفته است گفت و به سفر برآمد. بعد از یک ماه سوداگر از سفر برگشت به خانه اش و بعد دیدار زن و فرزندهایش از احوال همسایه هیزمکش پرسان شد. زنش باشد با عصبانی گفت از همسایتان خاطرجمع باشید، یک دخترش از دنیا رفت، به قبرستان دفن کردند. بعدی آن باشد باعث شدند فرزندمون به خانه اش رفته بود، در وقت گوشت خوردنشان رفته است، اقلا تکلیف نکردند. بچه‌تان گریان و نالان در اومد که به من گوشت ندادند گفته. باز شما همون همسایه رو میپرسید. بعدن سوداگر به همسرش میگوید من امسال به حج میروم، این آرزوی من است، اگر خدا خواسته باشد بعد 20 روز به حج میروم با دوستانم. این رو گفت و سوداگر خود به خود فکر کرد که همسایه اش باعث شده باشد خیلی خوب، به فرزندم گوشت نداده باشد هم خیلی شاد هستم که او هم پولدار شده است. سوداگر روز دیگر سحری بر وقت در همسایه هیزمکش رو گفت. به همسایه اش دلبرداری نمود و از احوالش پرسان شد. همسایه باشد با دیده نم به سوداگر چنین گفت ای همسایه جان، بعد سفر شما زندگیمون باز وزنین‌تر شد. از گرسنگی دخترچه خوردیم از دنیا رفت، در خانه امون هیچ چیزی خوردنی نمان. از ناچاری به صحرا رفتم با امید یک برده نان و در صحرا در یک چقوری یک خری خودمرده را دیدم و به خداوند ناله کردم که ای خدا، این برای بندگانت حرام است، لیک من از گرسنگی فرزندانم را از دست دادم. این خودمرده به من حلال است گفتم و پاره پاره کرده به خانه آوردم. همسرم یک قسمش را پخته آورد، همان را خورده ایستاده بودیم که یکی فرزند شما به خانه ام آمد. این گوشت برای ما حلال بود، لیکن به فرزند شما حرام بود، برای همین به فرزند شما روا ندیدم. سوداگر باشد غمگین شده به خانه اش آمد، همسرش رو فریاد زد و با همسرش با چشمان پر از اشک گفت این همسایه امون در پشت دیوار گرسنه است و من به ایمان حج رفتنیم. من امسال حج نمی روم و همین مبلغ حج رو به همسایه امان می دهم گفت و همه ای پول حج رو به همسایه هیزمکش داد. همسایه اش باشد از کاری سوداگر خوشحال گردید و همیشه سوداگر رو دعای نیک میکرد و زندگیش هم خیلی بهتر شد.